بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان آزمون ما با شمایم تشکیل و گذرانیده شد. مقصد برگزاری این آزمون دستگیری جوانان لایق‌قدمند، قشرهای آسیب‌پذیر جامعه، انکشاف قابلیت ایجادی و بلند برداشتن ذوق بدیعی کودکان و نورسانی امکاناتشان محدود نباشد. آره وطن مسکن است که ما در آن چشم به دنیا گشاده ایم. آن سرزمین است که ما نخستین قدم‌های خویش را در خاک آن گذاشتیم. از آب چشم سارانش نوشیدیم و از هوای معطرش نفس کشیدیم. در آزمون کودکان و نورسانی از سن 6 تا 18 ساله که به گروه شخصانی امکاناتشان محدود شاملند حقوق اشتراک نمودن را داشتند. آزمون مذکور نه تنها در ولایت سوغد بلکه در دیگر منطقه‌های تاجیکستان گذرانیده می شود. مهمانان آزمون مذکور رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوغد ظفر اسماعیل زاده، وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان گلبهار نظیری، رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند ملک اسلامی نعیم و رئیس اتفاقهای کسبی ولایت سوغد عبدالله زاده شریف الله بودند. کمیته مرکزی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان تصمیم گرفت که یک آزمون دیگر را در هماوازی با همین آزمون‌هایی که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشه کردند، یک آزمون دیگر، آزمون ما با شماییم. این در بین جوانای نورسانی که کمتر لیاقتشان کمتر محدودتر است، لیکن جوانایی هستند که استعداد بلند، دانش بسیار هم خوب، ملکه، معرفت خیلی هم بلند دارند، ذکی هستند. و امروز ما شاهد شدیم و من گفتم و در دیگر شهر نویم گذشته ایستاده است، بهترین استعدادها را شما نشان داده ایستادید. آزمون از روی 3 نمیناسیون گذرانیده شد: سخنوری و قرائت شعر، سرودخوانی، مهارت نواختن اسباب‌های موسیقی ملی و معاصر. در آزمون اساساً خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر خوجند شرکت ورزیدند. مصابر و سرویناز در صنف 11 تحصیل دارد و نیز از قطار اشتراکچیان آزمون ما با شما میباشد که در نمیناسی سرودخوانی اشتراک کرده سزاوار جای دوم گشت. او میگوید که از خردی به سرودخوانی شوق و رغبت زیاد داشت. Начала я песню петь, наверное, с самого детства. Мне это очень нравилось слушать и учиться самой. Мне это безумно нравилось. Я постепенно пела и сама, как не знаю почему, научилась петь. Мне так нравилось, что я от души пела, а мне говорили: у тебя очень красивый голос. Мне было это слышать приятно. Из-за этого я начала заниматься еще больше активнее этим. در آخر از طرف اعضای حکمان غالبان معین گردیده با دیپلم و تحفه‌های خاطره‌ای مکافاتانیده شدند. این دوره نهایی آزمون یعنی دوره شهری آن بود. غالبان دوره شهری به دور ولایتی را خط گرفتند. اینشون به همه اشتراکچیان این آزمون تحفه‌های خاطره‌ای از طرف حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان سپرده شد. گزارش مهرانگیز عبدالحد و نعیم جان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.